دوستان عزیز درود. این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما از گزارش‌های انجام شده روزانه زمستانه ترانسفری میگوییم. همزمان باشگاه فوتبالی روسیه از رستاو لبیدان بر عوض $1 میلیون بازیگر مصری 19 ساله ایادل اسکالانی را به دست آورد و این هم دومین مصری در چمپیونات روسیه می باشد. بازیگر مصری از دسته مصری اسماعیلی آمده از برای بازیگر منتخب مصر U21 U20 $1 میلیون پرداخت می کنند. دسته این حال یکمی پریمیر لیگ روسیه با نام کراسنودار باشد. در روزانه زمستانه ترانسفری با بازیگری کانوری از باتافاگو شرطنامه بست. ویکتور سای 29 ساله طبق شرطنامه تا سال 25 در صف برزاوگاوان از کراسنودار بازی خواهد کرد. موسم 24 9 بازی در تیم برزیلی به یگان عمل نتیجه بخش گذرانید، ولی برای کراسنودار باشد در راه قهرمانی فقط عملهای نتیجه بخش نمی رسند. دسته دیگری پرقوت از روسیه با نام CSKA مسکو باشد. دفاعگر 19 ساله ایرانی امیر حسین ریواندی را با حق خریداری به دست آورد. بیشترین بازیگر در دایره همکاری طرفین با اکادمی ایرانی در CSKA مورد بازبینی قرار داشته بود. اصلا 22 فوریه روز آخرین کاری روزانه زمستانه ترانسفری موسم 23-24 در پریمیر لیگ روسیه می باشد. باشگاه‌ها امکان امضاکنی قرارداد با بازیگران نو تا نیم شب را داشتند و بعد این فرصت دوره عملی کنی ترانسفرها محکم کرده شدند. روزانه نوبتی ترانسفری تابستان سال 24 گشوده می شود. یادآور می شویم که چند پیش آیدان خبری برآمد که شروع از موسم نو در پریمیر لیگ روسیه انداز نسبت لیگیونران جاری کرده می شود. طبق لایحه مذکور باشگاه‌ها از 5 تا 10 هزار روبل برای هر دقیقه گذرانده بازیگر خارجی در میدان پرداخت می کنند. ارزش انداز از سن سال بازیگر زرخرید وابستگی خواهد داشت. کاتب گنرالی اتحاد فوتبال روسیه ماکسیم میتروفانوف تصدیق نمود که راه اندازی این نوع انداز در فرصت‌های نزدیک مورد بررسی قرار داده می شود. یادآور می شویم که دور دیوم بازی‌های میر پریمیر لیگ روسیه سنه 1 مارت آغاز می کردند. خلاصه کدام دسته‌ای که با قدر امکان و چین زور و توان پول داشت نیروی نو به دست جمع کرد و دیگر گپ و کار همه از مربیان و بازیگران وابستگی خواهد داشت. همزمان باشگاه احمد در روز آخرین روزانه زمستانه ترانسفری پریمیر لیگ روسیه دفاعگر منتخب تونس نادر گاندری را به دست آورد. بازیگر از دسته امارت اجمان به چچنستان آمده، حتی در یک بازی جام جهان 2022 ضد فرانسه هم بازی کرده بود. اکنون گپ و کار همه درباره سوچی می رود. این دسته فوتبالی از قسمت جنوبی روسیه که این موسم پرابلم زیاد دارد فرصت‌های اخیر بازاری 3 بازیگر به دست آورد. نخست سوچی حمله‌ور الینا اسپور و منتخب ونزوئلا سرخیو کوردووا را با حق خریداری گرفت. بعد از اینکه این ونزوئلاگی به روسیه آمد آخر موسم حتما بازیگر 26 ساله خریداری می شود. سوچی همچنین برای آنکه نیمه دوم چمپیونات و دروازه‌اش زیاد گل سر ندهد بر عوض 500 هزار یورو دفاعگر منتخب مراکش یحیی اتیات الله را به دست آورد. بازیگر 28 ساله وابسته به آمدنش به سوچی به وداد 500 هزار یورو فایده آورد. یک ترانسفر دیگری که سوچی انجام داد این خریداری مارسلو آلوز از مادوریرا می باشد. دفاعگر با سوچی شرطنامه تا سال 28 امضا نموده. نفری 26 ساله از ماه ایول سال 23 این جانب در شکل اجاره در سوچی بازی می کند. 17 بازی کوتاه در صف سوچی گذرانید. برای برآمدن از تخانه جدول هیچ فایده نآورد، ولی ممکن با آوردن بازیگران نو کار تماما رنگ دیگر بگیرد. آخرین گپ ترانسفری در روز آخرین بازاری در روسیه این اطراف زینیت است. این موسم دوکر از 10 بازی در میر پریمیر لیگ روسیه گذرانید و با دستان خالی از میدان‌ها بیرون شد. از این رو سیمک خواست که از بودن چنین برزیلیانی نادرکار نبودنشان 100 بار بهتر است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.